السلام علیکم دوستان عزیز، هواداران صحیفه های فیسبوکی، یوتیوبی، همکاران پیشگیری سیل، بار دیگر مهمان خانه شما میشیم و روز عاشقان را بر یکایک شما صمیماً تهنیت میگویم. همیشه زندگیتان پر از عشق، پر از محبت، پر از مهر باشد و ما مهمانی داریم، مهمانانی خیلی عالی قدر، جفت زیبا و میخواهیم که آنها را با شما شناس کنیم و داستانی عشق آنها را، داستانی اصیل رهایابی آنها را برای شما خودی قهرمانان ما گفته باشند. و در مهمانی من حالا قرار دارند دوستی عزیزی ما، برادر عزیز نیکروز جان و همسری عزیزشان رمزیه و دختری دوست رویه که آنها زکیه مهمانی ما هست و خیلی خوش آمدید میگوییم و برای شما این روزی خوب، روزی عاشقان را صمیماً تهنیت میگوییم. خوش آمدید. تشکر زیاد، رحمت که ما را دعوت کرده. چی بگویم، در این روز عاشقان به حد یک تحفه خوب شد برای عائله من که ما را اینجا دعوت کرده. سپاسگزاریم. ما هم خیلی سپاسگزار هستیم که با ما شریک هستید در این روز خوب و پرسیدنی هستم که سیل و عشق در زندگی شما چی عمومیت دارد؟ اول باید خیال کرد که من کارمند اجتماعی شده کار میکردم. بعد همسری من به این کسلی بیماری گرفتار بودم. ما رفتیم به خانهشون رفتیم، تحت نظارت ما بود. توصیه ها میدادیم، دستگیری میکردیم، چی میکردیم. خیلی بعد شناس شدیم. خیلی یک چی شد، همین سبب شد که عائله ما یک جو شود، خوش شود. تسلل بیماری تباشنده است. بله. این شاهد زنده ما هستیم. بله. روز یک عائله سالم داریم، زندگی داریم، دخترچه داریم. خوب. چند وقته اینه است دخترچه شما؟ دختر ما 8 ماه شد. شکر خدا. بهترین. یگان در نداره، صحت است، سلامت است. بله. بله دوستان عزیز، چطوری که میبینید بیماری سیل نه تنها درد و رنج بلکه عشق و محبت هم میبیارد و این گونه ثمره های خوب هم میبیارد و هیچ وقت نگران نباشید اگر جفت شما گرفتار بیماری سیل شد یا که نامزد شما گرفتار بیماری سیل است، هیچ وقت نگران نباشید. بعد از طبابت پوره میتوانید تمام اون چیزی که آدمای مقرری میکنن شما هم در روزگارتان اون همه شیرینی، اون همه محبت برعکس باز دوچند می شود و البته برای به دنیا آوردن فرزند، برای داشتن زندگی خوبی یک جایه هیچ وقت سیل مانع نمی شود. و از خواهرم پرسیدنی بودم که شما اون رفت و آمده که به خانه شما داشتن برادر عزیزی ما چگونه قبول میکردید؟ یعنی که میشوشتی صحبت میکردید یا که چی بود؟ اولا قبول نمیکردم. راستی ما درد میکردیم، بیمار بودم. خب میگفتن که مثلا شما را انتظار نیستی. من یک سوال دارم همینجا. شما با همسرتون با لفظ شما مراجعت میکنید، همین خیلی است در زندگی یا که فقط در نزد دوربین ها شما میگید یا که در زندگی هم شما گفتم مراجعت میکنید؟ عزت و حرمت درس یکدیگر ما یک گرفهمی داریم. بهترین. ما مقصد طبابت این کسر دور دوام دادیم یک جایه. خب ما را هم خیلی ما شناس ندادن، ما شناس دیم یک جا را فهمیدیم. بله. بعد عائله برپا کردیم. شکر خدا. نظری اطرافیان چی بود؟ نظری اهل خانواده مثلا خواهرمان، نظری اهل خانواده شما برای همین عائله شما چی بود؟ وقتی که شما همیشه قرار دادید که بله نظر
خوب بودن. برای چی؟ برای که ما در خانواده گرفهمی داریم. مثلا میدونن که همین ساحه ما کار میکنیم. مثلا گفتن که مثلا همین توبه شونده هست نیست. ما گفتیم خیلی توبه شونده. دستگیریمون کردن یک جای گرفهمی خانواده اینها هنی. گفتن خیلی همین آدم مثلا دکترشون است، نظارشیشون است. به خیلی همین میکنن مثلا نخواه که ردش کنیم. هم خیلی طوره شده. بسیار بهتر، بسیار بهتر. از کدام شکل بیماری سیل رنج کشیدن؟ شکل موتور گشته بودن. شکل موتور گشته. تبابت چند قدر دوام کرد؟ 2 سال. 2 سال دوام کرد. یعنی که در رژه عنعنوی تبابت کردی؟ بله بله. جشن عروسیتون بعدی تبابت یابی بود یا در زمان تبابت؟ بعدی تبابت یابی 5-6 ماه گذشت. اما طرفا مثلا چی شد؟ برای که کنه دیدیم مرز خوب است. دکتری اجازه دادم. اما بعد ما پورا سر کردن شروع کردیم. بعدی تبابت دادم. خب الان مثلا آدمایی هستن که مثلا خواهر جان به شما مراجعت کنن که چگونه شفا یافتی، چی کار کنم، شما مصلحت میدید؟ همین گونه سوالا میشد یا که شما پنهان میکردید تو بیماریتون غیر از شوهرتون دیگر کس نمیدونست؟ نه پنهان نمیکردم و اما توصیه میدادم که راه افتاده نشوند. بیماری سیل توبت شونده است. هنوزم مراجعت میکنن شما مصلحت میدید؟ شما گوشت جیره و سقور و اونها مصلحت نمیدید؟ نه. شما خودتون در وقت بیماری به همین خروقات به همین چی دست دادید یا نه؟ سیاست بقوت بودن از همون اول نشد. سیاستی اکی نیکروز در نظر دارم که مقصد فقط از دوستان عزیز چطوری که میبینید فقط داروهای ضد سیلی شما رو به شفای کامل میرساند. اون روغن سگ و روغن جیره و اینها شما رو فریب میدهد. اونها هستن واقعا هم از نظر طبیبان مثلا اونها میتونن یک اندازه مسئولیت شما را ایمونیته شما رو بلند کنند، لیکن چوبچه میکروب سیل یا که باکتری میکوباکتری سیل رو از بین بردن نمیتوانند. اونها فریب نظر میشود و همین گونه وقتی که تنفس میکنید در خوردن داروها و به این چیزها داده میشود شما وقتی قیمت خود رو وقتی که شما باید سری وقت همون تبابت گیرید شما همین از دست میدید و این حالتهای بسیار خوبه در خواهد دارد و چطوری که در قهرمانان میبینید داروهای ضد سیلی البته با دستگیری اهل خانه و در نزدیکان با خوردن خوراک‌های سیلغذا، البته منظورم از سیلغذا این گوشتی جیره و سگ نیست حتما، و در وقتش خوردن. شما در دارو تنفس نمیکردید؟ چگونه بود خوردن دارو؟ خود دشوار نبود؟ میکردیم خیلی بسیار دشوار بود. خیلی اولی 8 ماه شد با پورا خوردیم دیگه پرابوکیم. خانواده از اهل خانواده کی شما را بسیار تشویق میکرد دستگیری میکرد در خوردن داروها؟ از خانواده‌ام بیبیتون بسیار وای میکرد. با مادرم. خب از طرف کارمندان اجتماعی چی؟ بسیار می اومدن. بسیاری بد می اومدن نه؟ خب می اومدن دارو می آوردن نگاه میکردن خیلیشون نگاه میکردن. بسیار خوب بسیار خوب. واقعا هم وقتی که بیمار دستگیری رو از همه طرف حس میکند البته رو بلند می شود و اخیراً چیزی که از انسان می رود این امید است و وقتی امید به شفایابی در بیمار زنده است واقعا هم او بیمار حتما شفا می یابد. و باز چی گفتنی دارین شما برای مردمی که الان ما رو تماشا میکنن شاید گرفتار بیماری سیل هستن و دیگر بقیه مردم چی گفتنی دارین؟ ما گفتنی داریم که همه شخصانی که به همین کسلی به همین بیماری دچار هستن خب هیچگاه پنهان نکنن. این کاری پنهانی نیست. این یگان کس گناهکار نیست که به این کسانی گرفتار است. میگویم که دردم خدا دو شفایم خدا میده. ما اساساً پنهان نکردیم. تبابت کردیم با سر بلند. ما با سر بلند یک جایی تبابت کردیم. شد میشود. این عائله سالم داریم. شگانه خدا فرزند داریم. گفتنی هستیم که هیچ وقت
پنهان نداریم این کسر با پنهان شدن شفا نمیابه. ما چند کسی دیگر رو حساب میکنیم. بله. حساب گذرانده است، سیرویتی است. بله. هیچ وقت راه افتاده نشوند. همه خیلی آدم‌ها با راه افتاده نباشند در زندگی. وقتی راه افتاده شدی، ای من میبرم بگوی میبری بخوای دیر زود همه میبرن. بله. نه که باید هر یک انسان هر یک چی باید یک چی خدا داشته باشد که هیچ وقت تسلیم نشود، راه افتاده نشود. این بیماری توبه شوانه است، الان که همه داروش هست. شرایط خوب شده است، همه طرف نقص کوشش کنن، قبول نکنن، مثلا دارو رو سری وقت خورن. انشالله که یاد میشن، شفا میامن. تشکر جان. توصیه شما چی است برای بیمارانی که عین حال در طبابت هستند؟ شما از تجربه خود مثلا چه کارهایی رو کردید که الان نمیخواهید که دیگران کنن چون عذاب نکشن؟ مثلا با بیمارانی است که بیماری سیل طبابت شونده است، هیچ وقت راه افتاده نشوند و سری وقت داروهای خود رو استعمال نمایند. با گپی دیگر کس اهمیت ندهند. بله، نه غیبت و عوض و دارگذاری اینا را در نظر دارید. بله. بله. بسیار خوب. و چیزی بود که من از شما نپرسیدم شما میخواستید بگید؟ راستی ما که همه چی رو گفتیم، باز یاد بوده تکرار میکنیم که این بیماری سیرویتی است. بله. بیماری است که باید احتیاط شوید، باید سری وقت به دکتر مراجعه کنن، پنهان نکنن، همش نظم میشه. بله. یک جهان سپاس. تشکری زیاد. باری دیگر شما رو به روز عاشقان، به این عائله زیبایتان، به این جفتی نکویتان، به این دختر زیبایتان تهنیت میگوییم و امیدوار هستیم که همیشه همین گونه یک عائله مستحکم، یک عائله خوب نمونه‌ای باقی میمونید و فرزندان زیاد از این جفتی زیبای شما به دنیا می آیند و مثل شما در جامعه سهم خود را میگذارند و زکیه جان ما هم سلام و زکیه جان ما هم مثل پدر و مادرش یک انسان برکمال، یک انسان خوب به پایان میرسد و در خدمت مردم، در خدمت ملت خود، در خدمت وطن خود سهم ارزنده میگذارد. برای شما باز هم خوشبختی، تندرستی کامل، تندرستی استوار و خوشی روزگار تمنا میکنیم. خوش آمدید. تشکر زیاد. دوستان عزیز، چطور خود شاهد شدید و دیدید داستان سیل بسیار رنگارنگ است. یکی از درد میگوید، یکی از عشق میگوید. مهم این است که بیماری سیل طبابت شونده است و هرگز امید را از دست ندهید. روز عشق، روز محبت بر یکایک شما مبارک باشد با امید خاتمه سیل در تاجیکستان و دنیا. خدا نگهبان شما.